سلام. با دنبال کردن کانال من میتونید ویدیوهای من رو ببینید. ختنه کردن، ختنه سرون. تقریبا اکثر پسرها و مردا تصویر هولناک و خیلی وحشتناک ختنه کردن رو توی ذهنشون دارن، با اینکه بچه بودیم، ولی اون تصویر هک شده، اون مطب دکتره هک شده. بعد از اون مراسم، بعد از اون بریدن گوشت آلت جنسی مرد، یک پارچه‌ای به عنوان دامن دور پاهای بچه میپوشونن که موقع حرکت کردن بچه اذیت نشه، بچه درد نکشه. خیلی شاید این تصویر رو ندیدید، ولی من خیلی جاها دیدم. بچه داره راه میره، میخواد راه بره، میخواد بازی بکنه، ولی پاهاش میخورن به زخمش و اذیتش میکنن و بچه همراه با بازی کردن به شدت چهره عبوس و دردناکی داره. این یک تصویر وحشتناکیه. خیلی از ماها مطب اون دکتری که ما رو بردن پیشش برای ختنه کردن رو یادمون هست. اون فضای وهم‌انگیز خیلی تصویر وحشتناکیه. من خیلی از جاها رو مطالعه کردم، خیلی جاها رو گشتم. چیزی به عنوان ختنه کردن نه از نظر علمی، نه از نظر پزشکی، برای سلامتی هیچ جا عنوان نشده. این چه رسومیه، این چه عادتیه، این چه فرهنگ غلطیه. حتی انسان مدرن امروزی هم توی جغرافیای ایران خیلیاشون این کار رو انجام میدن برای بچهشون. شما دارید از همون بدو ورود بچه به این اجتماع، فهمش، دیدش، نگاهش همراه با خشم باشه، همراه با درد باشه. استرس دارید بهش وارد میکنید، اضطراب دارید بهش وارد میکنید. شما دارید نهال و دونه اون اضطراب رو از همون موقع توی ذهن بچه میکارید. یه پیشنهاد دارم، خیلی خوبه در موردش فکر کنیم. اونم این که چرا ما به بچه هامون اجازه نمیدیم وقتی که بزرگ شد این اتفاق رو خودش انتخاب بکنه. شما یعنی اینجوری فکر میکنید که بچه چون متوجه نمیشه باید این کار رو توی بچگی انجام داد. پس یعنی دارید زور میکنید بهش، پس یعنی دارید دیکتاتوری میکنید بهش. شمایی که به فکر بچه هستید اجازه بدید بزرگ شد خودش انتخاب بکنه، بره مطالعه بکنه که آیا این از لحاظ پزشکی جایی قید شده، جایی درد شده یا نه حاصل فرهنگ و رسوم غلط یک اجتماعه. من جدیداً جایی این رو خوندم که نوشته بود توی کنیا چند سال اخیر دخترارم دارن ختنه میکنن توی یک اتاق تاریک وحشتناک. 2 نفر به صورت تجربی، دکترم نیستن، میان و دخترها رو به شکل فجیعی، اونم توی سن بزرگسالی، بدون اینکه خودشون انتخاب بکنن، به زور فرهنگ و رسوم غلط خانواده ختنه میکنن. یعنی روان، یعنی روحیه، یعنی جسم، حتی تمام دچار وحشتی میشه که تا آخر عمرش، تا به مرگش نمیتونه اون رو فراموش بکنه. نکنید این فرهنگ غلط از هر جا که میاد رو به راحتی پذیرش نکنید. یه ذره فکر بکنید، آیا با منطقتون جور در میاد؟ اولین چیزی که به ذهن میاد اینه که شما دارید به بدن آسیب میرسونید، دارید بدن رو اذیت میکنید، دارید بدن رو برش میدید، با تیغ جراحی دارید پوست رو برش میدید. من اتفاقا خیلی از جاها خوندم که وقتی ختنه اتفاق نمیفته، وقتی پوستی، گوشتی بریده نمیشه، اتفاقا توی مسائل جنسی خیلی سالمترن. توی بحث طلاق که حالا مطالعه بکنید، این قضیه اتفاق طلاق رو به سطح پایین ترش میاره. یعنی از لحاظ سلامت جسمی و جنسی خیلی اوکی تره. پس در مورد اتفاقی که پدر و مادرامون به ما القا کردن، به ما یاد دادن، قرار نیست کورکورانه تصمیم بگیریم برای بچه‌مون. قرار نیست برای نسل آینده به زور توی مغزشون بچپونیم. باید تحقیق بکنیم.
بعدشم باید بچه رو نسبت به همچین مسائلی پرورش بدیم. اگر درست باشه به شکل درستش پرورش بدیم، نه بدون دلیل و منطق. باید با صحبت کردن باهاش کنار بیاییم. اگر قبول نکرد باز حق اونه. شما و ما حق نداریم به زور به بچه چیزی رو القا بکنیم. این حرکت اشتباه نسل گذشته روی نسل ماها به شدت دیکتاتوری حساب میشه.